سلام به عزیزای دلم. امیدوارم که خوب و خوش باشین. تاد عبادتونم قبول باشه انشالله. امروز میخوایم یه زرش پلو درست کنیم. خواستم باتون شریک کنم ببینیم. اونو که میدونم که همتون بلدین، ماشالله کدبانوین، خانومین، همه بلدین، ولی هر کس به طریقه خودش درست میکنه. منم به طریقه خودم. اینا رو من با سرکه و با نمک، 2 قاشق سرکه، 2 قاشق نمک با آب سرد خوابوندم. 1 ساعت و نیم تو آب و نمک و سرکه، به خاطر اینکه بوی زخمشو بگیره سرکه و نمک. بعد میریم مرحله بعدی رو تا بهتون بگم. بله رسیدیم به این مرحله. همین آب و سرکه و نمک که مرغا رو خوابوندم برای 1 ساعت و نیم یا 2 ساعت، اینو با همون آب میریزم تو قابلمه، میذارم برای 1 دقیقه یه جوش بخوره. این جوشش هم باعث میشه که بوی زخمش از بین بره عزیزای دلم. 1 دقیقه جوش بیاد، آبشو صاف میکنم. بعد میریم که مرغا رو سرخ کنیم. این 1 دقیقه جوشید، الان صافش میکنم. ببینین این کفای روش عزیزای من، اینا باعث میشه که بوی زخم بگیره مرغ. اینجا از نصف کمی کمتر برمیداریم مرغ رو با کره سرخ میکنیم، به خاطر که کره یک طعم خوب میده به مرغ. با کمی روغن، با کمی کره اینا رو سرخ میکنیم. این الان باید سرخ شدن رسیده. بیشتر از این سرخ نباید بکنیم که رنگش رو از دست میده، یعنی رنگش خورش. همین کاره پیازتون رو بدید. این الان به حالت سرخ عزیزان. ببینید خیلی نباید سرخ بشه، کمی زردچوبه میزنیم. قاشقم بود میزنیم. تو بتونه تفت بدیم که بوی خامش گرفته بشه. مرغات رو این بذاریم تا بفهمیم که چقدر آب میخوریم. ذائقه ها فرق میکنه. اگه دوست داشتین یه دونه دندون سیرم بریزید، من میریزم. کمی زعفران،
زیاد نمی‌ریزیم چون گوشت تو نمک خوابونده. جمع می‌کنیم زیرشو. خیلی من کم کردم. گرم مرغ داره آماده میشه. 10 دقیقه دیگه بیشتر کار نداره. اینم که برنج باید حتما کف روشو بگیریم به خاطر اینکه این هم رنگ برنجتون یک کمی تغییر میده و من برای مزهش تاثیر میگذاره. اینجا ما دقیقا 1.5 قاشق غذاخوری آب لیمو داریم. آب لیمو به خاطر اینکه برنج پنبه‌ای میاد، هم سفید هم فنری. اینجا میاد لیوان آب سرد داریم برای شکش میزنیم چون قط میکشه برنج. شک دادیم که قط بکشه. آب لیمو رو ریختیم به خاطر که رنگ برنجم سفید میشه و طعمش هم فرق میکنه. و سومی که برنج فنری میاد، ملایم میاد، چون اینا برنجای پاکستانی هن. اینا از پاکستان میاد برنجا و طور پخته بشه که برنج فنری بیاد. این از مرغ یواش یواش به دل خودش پخته شد. آبش هم زیاد نبود، اندازه بود و خودش هم پخته شد. کم زیادم نشد آبش. اینقدرم آب بمونه که لااقل برنج تر بشه. اینم از مرغ تمام شد. سیرش خاموش کردیم. خب عزیزان، این 2 تخم مرغه. یه دونش با سفیدیه، یه دونش بدون سفیدی، یعنی 2 زرده 1 سفیدی. میخوایم تعدیقش رو زعفرونی در بیاریم و به این 2 تخم مرغ حدوداً 2 الی 3 ماست میزنیم. یک کمی هم زعفرون میریزیم. یک کمی نمک میریزیم. اینا رو هم میزنیم چون من یه دسته هم الان براتون نشون. خب عزیزانم، ماست و تخم مرغ و کمی نمک و زعفران به هم زدم. به اندازه تعدیقمون یک کمی برنج به این اضافه میکنیم. مخلوط هم شد. اینجا زربرق گذاشتم تاییم چون این میسی میچسبه تعدیق زعفرونیش. این زربرق گذاشتم که نچسبه. روغن میریزیم زیرش بعد که نسوزه، چون تعدیق زعفرونی کم بیشتر روغن میبره. یک کم داغ شد. این برنج زعفرونی رو میریزیم سرش. خب اون مواد برنج و زعفران و نمک و کمی بله ماست و هم زدم ریختم روی این زرورقی که دیدیم روغن ریختم. اینا رو ریختم داخل قابلمه، صاف کردم. الان برنجشو میریزم سر این. برنج رو ریختم عزیزانم. میخوام دم بدم تا اینکه 40 دقیقه. زعفرانه برای رو برنج.
با یه چند تا قاشق گلاب. میذاریم یه 5 دقیقه باشه. این کره میخوایم زرشکا رو با این کره تفت بدیم. زرشکا رو شستم، آب زرشک رفته، اشکال نداره کم آب باشه. زرشک زود میسوزه عزیزم، گیرش باید زیر گاز کم باشه آتشش. خلال بادوم هم اگه داشتین جداگانه میتونین با یک قاشق روغن سرخ کنین، یک کم سرطف بدین، بعد بریزین تو زرش، ولی من نداشتم تموم کردیم. کمی شکرم میریزیم، چند تا قاشق، 2 تا قاشق، 2 تا و نصف قاشق بس کافی. یک خورده خیلی کم سرخ میکنیم، بعد میذاریم کنار. برنجمون دم کشیده. از این برنج بدون روغنه میریزیم رو این زعفرونه که درست کردیم با گلاب. چون به خاطر این میگم بدون روغن با زعفرون قاطی میکنم، چون این زرشک خودش چربه. زرشک و زعفرون و برنج رو با هم مخلوط میکنیم. خلال بادوم پستم که باشه نور الان نور میشه، ما نداشتیم متاسفانه، عیبی نداره. بفرمایین عزیزم، این از تهدیگش خیلی مناسب و خوب اومده. جاتون خالی، تا باد هم میگیم قبول باشه انشالله.